رستگاری به چه معناست؟ به خودت فکر کن، به آیندت، به تصویری که از آینده خودت داری. اگه خواستی معنی رستگاری رو نسبت به خودت ببینی، فقط کافیه به تصویری که از آینده خودت داری نگاه کنی. اکثرا عادت داریم تصویر موفقی از آینده خودمون ببینیم. موفقیت‌های کاری، داشتن یه رابطه موفق، رفاه زیستی و در کل موفقیت به معنای واقعی کلمه موفقیت. اما بیشتر که دقت کنی انگار یه حاله سفید دور شخصیت آینده خودت میبینی. یه حال سفید. یه آرامش درونی که انگار تو رو نسبت به همه چی ایمن میکنه. حس میکنه انگار تو اون درجه از شخصیت هیچ چیزی یا هیچ کسی نمیتونه ناراحتت کنه. این چه حالیه؟ طالبش فکر کردی؟ مگه نه این که امروز تصویر ایدئال دیروزمونه؟ پس چرا الان هیچ حاله سفیدی دورمون نیست؟ چرا الان همچین آرامشی نداریم؟ الان انگار پذیرفتیم که زندگی پر از چالشه و زندگی همواره تو پیچ و خم این چالش هاست که جریان داره. وقتی به تصویر الانت فکر میکنی چی میبینی؟ وقتی تو آینه به خودت نگاه میکنی چی میبینی؟ دوتا چشم تیز که انگار خودشونو برای هر موقعیت ناخوشایندی آماده نگه داشتن. اینه اون تصویر ایدئال؟ اینه اون رستگاری که بهش فکر میکنی؟ فکر نکنم. پس مشکل کجاست؟ اصلا آیا مشکلی هست؟ من که میگم هست. نمیدونم باید چه تصویری از آینده یا حال خودت داشته باشی، ولی میدونم این دوتا نباید در تناقض باشن. حس میکنم نباید حال و آینده رو از هم جدا کنیم. انگار این جدا افتادگی فریبیه که مغزمون برامون طراحی کرده. یکی دیگه از بازی‌هایی که ذهن ناشایستمون به خوردمون میده. اگه سعی کنم اینا رو به هم نزدیک کنم چه اتفاقی میفته؟ اولا کدوم رو به کدوم نزدیک کنم؟ واقع بین باشم و تصویر آیندم رو واضح تر کنم یا انقدر رویا پرداز باشم که حالم رو توی حاله سفید و رویایی ببینم؟ بیا مثل بقیه موارد حد وسط رو در نظر بگیریم. اهداف بلند پروازانه‌ای دارم که باید براشون برنامه ریزی کنم. کارهایی دارم که باید توشون تخیلم رو به چالش بکشم. عشقی دارم که باید مدیریتش کنم. و زندگی دارم که باید بسیار بهش علاقه‌مند باشم. حالا بهتر شد. بذار خودم رو به خودم نزدیک کنم. بذار قدر چیزایی که دارم رو بدونم و خودم رو برای چیزای بزرگتر آماده کنم. بذار در لحظه زندگی کنم و در لحظه برای آیندم تلاش کنم. این توازن بین خواسته هام و داشته هام منو در رستگاری مطلق قرار میده.